بسم الله الرحمن الرحیم. جناب دکتر صاحب مشاور امنیت ملی افغانستان، جناب میاخیل صاحب، جناب لویس، همه جنرالای پر افتخار افغانستان، همه افسرای دلیر افغانستان، همه بریدملای شجاع و همه سربازای متحد افغانستان، خواهرها و برادرای گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر بار که اینجا میایم سکون دلم زیادتر میشه، اعتمادم صد چند بهتر میشه. در شما برادرها و خواهرها تعهد میبینم، اراده میبینم و ظرفیت میبینم و جای افتخار است که هر بار که پیشتان میایم ظرفیتتان بیشتر است و تعهدتان قوی تر. از صمیم قلب تشکر. در چند هفته امرای سربازا، بریدملا، افسرا در خط اول جنگ ما صحبت کردیم. همکارا امرای ما بودن، یادداشت گرفتن. سرقماندان اعلی از این رقم اردو کده، از این رقم تعهد کده، چیز بهتر در روی زمین پیدا کده نمیتونه. می نازم سرتان، افتخار میکنم سرتان، چون واقعا یکی از اینا برای خود چیز نخواست و یکی از اینا ترس نداشت. د ټولو خبره یوه وه، دا وطن بساتو، دا نظام بساتو، د اساسی قانون او د جمهوریت باندې به سر ورکوو، تر چې موږ ژوندي یو څوک دی وطن ته په چپه سترګه نسي کتلی، سترګې به یې اوس وسېږي. دا واقعا د امید خبره ده. از او خاطر نقطه اولی که ما آمدم است که تشکری کنیم. نقطه دوم تقدیر است. امروز در مابین خود در صف خود دگرمن صاحب علیم بیگ قماندان کندک دوم لوای سوم قول اردوی 115 میوند داریم که 6 هفته به بهترین صورت عزت افغانستان نمایندگی کرد. امروز به درجه دگروال ترفیع میکنم. از شفاخانه آمده اما همتش، ارادهش مثل اراده هر یکیتان آهنین است و تا وقتی که افسرهای می رقم داشته باشیم، بریدملای متحد داشته باشیم و اداره متحد داشته باشیم، هیچ نوع تهدید ما را به زانو نخواهد آورد. در این حال می خواهیم از جناب میاخیل از خاطر همکاریشان با وزیر صاحب دفاع و از خاطر مدیریت بسیار خوبشان اظهار تشکر کنم. د تقدیر وړي او د اعتماد وړي او ملاتړ امام ملاتړ او د ټول دولت ملاتړ د سره ده. از لویدرستی صاحب افغانستان ابراز تشکری خاص است. مثل سرباز وارد در صف اول جنگ، در شمال، جنوب، شرق یا غرب باشه خودت میری. امروز مدال غازی وزیر محمد اکبر خان برای تادیه اعلام میشه. میره بریم. علاوه بر از او امروز من اعلان میکنم که 100 مدال به اساس شجاعت و رادمردی در صف اول و حمایت از صف اول ما از طرف وزارت محترم دفاع اعدام میشه. شما بهترینای ما را پیشنهاد کنین که تقدیر شود. طول د تقدیر ولی و همچنین میاخیل صاحب او لوی صاحب تقدیرنامه او نقدی مرستم وړاندیز وکړي. دا ضروری ده چې د قهرمانانو نه موږ مننه وکړو.
نقطه دیگیم خدمتتان تعهد است. اول هر شهید قوای امنیتی و دفاعی افغانستان به صورت عموم و خاصتا هر شهید اردوی افغانستان جان ماست و تعهد ما یوسف زاده صاحب خاصتا بررسیدگی بر از اینا، بیروکراسی، کاغذ پرانی، عدم توجه موجب مجازات است. فضل خداوند بسیار حرکت کردین، اما حرکت ما باید به مراتب بهتر شود و رسیدگی ما به مراتب زیادتر شود و انشالله تعالی پلانای بعدی را خواد دیدین. تعهد ما و شما برای خانواده از قهرمانای افغانستان یک تعهد عمری است. در هر مقامی که باشیم، به هر حالتی که باشیم، خون از اینا خون مقدس است. زخمیان را برش رسیدگی نهایت ضروری است. فضل خداوند شفاخانه اردو با حالت بسیار خوب است، اما باید بهتر شود و ما بازم یک بررسی واضح شفاخانه سردار محمد داود خانه میخوایم اجرا کنیم و همچنین شفاخانه قلای اردو را که اگر ضرورت به امکانات زیادتر باشه به صورت اساسی برشان توجه شد و مخصوصا زخمیایی که معیوب هستند توجه همه تانه بر از اینا میخواد. ضرورت واضح است که بر از اینا به حیث قهرمانای افغانستان نگاه شود و در کارهای اداری باید اینا را اولویت بده و امرایشان باید کار شود چه مکپوسو چه دویت رسیدگی ضروری ده او لازمی ده. دوم اتاس بودجه خبر سوی بین المللی بودجه ده کانگرس ده امریکی لخوا ومنل سوا ده قانون پایس بانده هیچ نوع تشویش ده بودجه مبارکی بونده در مورد تمویل و تجهیز و تعلیم تعهدات جامعه بین المللی مطلق بجای است. حمایت از پیشتان محکم است. قانون کمک‌ها یک بخشش خاصتا به افغانستان اختصاص داده شده و در این حمایت کامل است. امرای رئیس پارلمانشان من صحبت کرده بودم، تعهد واضح از ایناست و همچنین تعهد ناتو است. اما دی باندیم پوسی نن فضل ده خدای ده افغانستان اقتصاد په چټک حرکت کده هیڅ وخت به دا د ویار او د افتخار اردو لاس چاته نی. ما بار بار ویلی بیام وایم که څو کاله خدای ناکده مجبوریت راغی سرکونه جوړ نکو نه جوړو، اما اردو د افغانستان به همیشه سنبالیگی، همیشه به احساس شاک ولس دریگی او زه به تر آخری قطره دوینه می احساس حمایت کو. و در قسمت مذاکرات صلح ما تعهد به صلح داریم. تعریف ما از صلح مثبت است. صلح مثبت چیست؟ صلح است که عدالت بیشتر بسازه، مشارکت همه جانبه بسازه، حقوق مردم وسیع‌تر بسازه و اردوی افغانستان یگانه وسیله استعمال مشروع قوا باشه. در اون صلح پایداری نه و منتظر از او روز استیم که تنها تهدید استعمال اردوی افغانستان دشمن افغانستان به جایشون بشه. اما نقطه که وضاحت داشته باشین هیچ گونه معامله سر قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تا ما و ملت افغانستان رمق داشته باشه صورت نمیگیره. شما افتخار مردم افغانستان هستید. لتاسنا واقعی اسلامی اولاد دی وطن څوک دي؟ ما ته د څوک وایي که د بیرغ دپاره نه او د اساسي قانون دپاره نه
او دی مقدس یونیفرم دی پاره نی تاسو لاس چنده په بازار کې ډیرتره ډوډۍ نسی پیدا کوي د افغانستان ټول اردو رضاکاره ده په خپل خوښي راغلی یا واضح انتخاب هم کړی او انتخاب هم داده چې دا وطن ساتي او زه دا ویاړ لرم چې په واضح توګه درته ووایم چې په 100 کالو کې د افغانستان ولس دومره په خپل اردو او امنیتي و دفاعي قوا باندې نه ده درېدلی چې نن درېدلی شما حمایت کامل تمام اقشار افغانستان دارید چرا؟ از خاطر که شما حافظ قانون اساسی افغانستان است خودتان در سیاست غرض نمیگیرید سیاستتان سیاست بزرگ ثبات افغانستان عزت افغانستان استقلال افغانستان و تامین اراده آزاد مردم افغانستان است و از نگاه مناسبات ما همراه جامعه بین‌المللی افغانستان نه دشمن دائمی داره نه دوست دائمی افغانستان منافع دائمی داره گپ منافع که به خراب برادرها مذاکره بسیار آسان میشه به این معنی که مخرج مشترک در مابینش به وجود میه و در اینجا لازم است که بگوین که در 6 سال گذشته زیادترین قربانی را بر ثبات بین‌المللی و بر امنیت بین‌المللی قوای پر افتخار دفاعی و امنیتی افغانستان داد. از روزی که قوای امریکا به افغانستان آمدند تا حال 2448 قربانی دادند. اما میفهمید در 6 سال گذشته تعداد از این 98 نفر است. قربانی را که به خون قوای بین‌المللی میداد به حد اقل رسیده. 98 هنوزم قابل تاسف است. ما همیشه از این تشکر میکنیم. مگر شما روزانه قربانی دادید. امروز از برکت قربانی‌های قوای امنیتی و دفاعی افغانستان است که جهان از خطر تروریسم آرام است اما ما در صف اول مداخل. بنابراین نوع همکاری ما در مبارزه با تروریسم و در مقابل از این حمایت کامل از قوای امنیتی و دفاعی ما یک اصل منافع مشترک است. در این شک و شبهه نداشته باشید ان شاء الله تعالی. در قول اردوی قندار که چند هفته پیش بودیم یکی از بریدملان به نمایندگی بریدملای قهرمان ما گپ زد. میفهمید مرا چی گفت؟ گفتی دفعه سوم است که امروز میبینم. فضل خدا تعهدات دورای گذشته پیشنهاداتی که برد داشتیم بین 90 و 100% اجرا شده. اینی را احترام و اعتماد متقابلا میگه. به هر سرباز افغانستان، به هر بریدمل افغانستان، به هر افسر افغانستان، به هر جنرال افغانستان دل ما، مغز ما، تمام احساسات ما در خدمتتان است. سرتان افتخار میکنم و امروز از خاطر ازی آمدیم که اصلاحات را انجام بدیم که در صف اول همه مسئول باشند امکانات به بهترین وجه استفاده شود. این اصلاحات از خاطر پایداری شماست. اصلاحات از خاطر اصلاحات نیست، از خاطر عزیز که اعتماد امو بریدمل، امو سرباز، امو افسر که در خط اول است ان شاء الله تعالی ده چند زیادتر شود. زبیم لحق ارکلای نتسن بانه کوي لحق اعتماد باندې سره ارسلری او دا چې پسکین ګیریتوب مې لام ځوان ګڼئ او را باندې 14 ساعته کار کوئ د زړه له کومې نه مننه. تل دې وي افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان، پاینده باد اردوی قهرمان افغانستان.